بینندگان عزیز السلام علیکم. همین حالا ما در بینای کمیته زبان و اصلاح شناسی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داریم و در اینجا همصحبت ما سردار شعبه تنظیم اصلاحات کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت تاجیکستان رحیم زلفانیان حضور دارند. تشکر به شما که ما را دعوت کردید و اظهار رضایی دادید که به سوال ما پاسخ دهید. نخست می‌خواستم در مسئله پیشنهاد کمیته شما در مورد زبان هفتم کاربر یونسکو یعنی سازمان ملل متحد پیشنهاد شدن زبان فارسی تاجیکی چگونه صورت خواهد گرفت و این در چه سطح حالا آماده گرفته شده است؟ البته این پیشنهاد باید که در زمینه این پیشنهاد بسیار معلومات بسیار مواد پیشنهاد باید گردید، ولی در دو سه مقاله ها از جانب دانشمندان معروفی چه خارجی چه داخلی نیز همین مسئله اشاره می رود و خود کمیته هم متخصصان کمیته نیز اقدام گرفتیم که ما علاقه زمینه های آن رو داریم که محترم پیشوای ملت ما پرزیدنت کشور در منبرهای بلند جهانی با زبان ناب تاجیکی حرف میزنند که این خود یک علاقه یک مظفریت است در انسان و کوشش به اون داریم که زبان‌های گویم بعد اون 6-7 زبانی که در یونسکو زبانی کارگزاری محسوب می‌یابند زبان ما نیز از این آری نباشد، چون که این زبان قادر است برای این پیشنهاد خیلی جالب است، ولی چگونه به چه شکل صورت میگیرد؟ شما در این متن پیشنهادتون به کدام شکل رو ذکر کرده؟ خصوصا مسئله زبان کاربری